من صدر گیم شاتم و خوش اومدید به اولین لانگ ویدیوی چنل دوم ما. چنل اول همونطوری که داخل شورت ویدیو ها بهتون گفته بودم متاسفانه چنل اول پرید و الان ما باید دوباره از صفر شروع کنیم که 100% این دفعه پرقدرت تر برمیگردیم. خوش اومدید به این ویدیو. دوباره دارم میگم امروز قراره بریم با هم دیتا فورس بازی کنیم. همونطور که از این کامل فهمیدیم اونا، ولی خب من میخوام در کل بهتون بگم من خودم دیتا فورس اون اوایل که اومده بود تقریبا 1-2 ماه پیش که نه بیشتر 3-4 ماه پیش هم که نه تقریبا یه سال اینا یه سال حالا میگیم شاید بیشتر شاید کمتر دیتا فورس اومده. من خودم اصلا به شخصه نمیخواستم بازیش کنم و اینا، ولی خب حالا اومدیم بریم یک دست با هم بازی کنیم و بهتون کامل گیم پلیشو بهتون توضیح بدم و داستانش. ببینید به نظر من وارفر نمیدونم چی اینش بهتره نسبت به این. یکم سخت خوندنش. اپریشن این خفن تره دیگه. این زیریا رو هنوز من نرفتم، اینایی که اینجاست اینا رو من هنوز نرفتم، ولی خلاصه بریم با هم گیم پلیشو بهتون نشون بدم. در کل شما میاید اینجا یه همچین صفحه براتون بالا میاد. ببین رو این بزنید میتونین روی این اگه بزنید راحت میتونید اینجا گانه هاتون رو انتخاب کنید که به شما اول یه دونه گلاک و 1 2 3 یا اول اینم گان واسه من باز شد 2 یا 3 تا گان بیشتر بهتون نمیده. و خوبیش اینه که شما میتونید عین کال آف دیوتی تنظیم کنید چطوری مثلا گانتون رو خواهید اوکی کنید. من اینطوری گانم اوکی کردم، 3 تا لیزر و یه دونه پایه و دستگیره بغل و خیلی خوبه. من از اینش راضیم دیگه. بگم کلا شما 4 تا آپشن بیشتر ندارید. یه گان، 2 تا گان، یه نایف، یه دونه هم که کلاستونه که هرچی خودتون دوست داشتین. حالا بریم بازی رو بیشتر بهتون توضیح میدم. بذارین یه دقیقه اینجا داخل همین چیزی که دارم چی اسمش یادم رفت چند تا مود داره که شما اول روی اتک اند دفندی که من خودم به شخصی اینو ترجیح میدم تا به بقیه و این. ببین حالا هر دوتا رو براتون بریم. اول اتک اند دفند رو براتون بریم. امیدوارم فقط تیم اتک باشه، دفند باشه واقعا بد. اینجا 4 تا شخصیت داره که شما همین اول کار 4 تا شخصیت دارید. یه دونه این و این که هر کدوم قدرت‌های متفاوتی دارن. ببین اون که کچل بود بر دفاع، این برای اتکه. مثلا قدرت‌های مثل بمب داره. دفنده مثلا قدرت زیاد خاصی نه. دفند رو نمیدونم قدرتش چیه، ولی یه دونه حالا بیشتر باید وای دفاع سخت داره. ببین این کارش اینه که دفاع کارش اینه که مثلا به بقیه رو مثلا بهشون جون بده یا ریوایو کنه و اینا. اینجا شما وسط بازی هر بار که امتیاز جمع کنید میتونید یه گان میتونید برای خودتون یه دونه ماشین بیارین. حالا میخواین تانک بیارین، چهارچرخ بیارین، همین ماشین معمولی بیارین، هولی بیارین، هر چی آوردین. ولی خب به نظر من بازیش که واقعا خوبه، از نظر منم قویه. حالا بریم بازی بهتون کامل بهتون توضیح میدم.
ببین خوبی که این بازی داره میتونی مثلا درجه اسکوپتون مثلا درجه این مثلا معمولیه، این 3 برابره، زومش بیشتره. اون هفتی که زومش خیلی بیشتره، از یکی زدیم هفتی خیلی زومش بیشتره میبینیم، ولی این از بغل میگیره که من خودم اینو هستم. واقعا اینش خفنه، دستا هم واسه هم گذاشته این بغل. ای تروت ببین قدرت اینه. نه دمیج زده. فعلا خدا رو شکر نداشتیم کسی وارد بشه. یکی وارد و یه گلاک میزنمش، گلاکی بیده میزنمش. من برم از پشتشون برم. گرافیکش فری فایره، گانش پابجیه دیگه. بخوام زد من. بقیه چیزاش کامل کالافه، یعنی تو گیم پلی مپاش کالافه، گرافیکش فری فایره، گاناش هم پابجیه، این پابجیه. من یه گیواب بزنم تمام بشه. من باید از منطقه A دفاع کنیم، یعنی نباید بذاریم که اونا وارد اینجا بشه. این از بغل جنگ برای مثلا چیای نزدیکه دیگه. نمیدونم این بار چه خبر. The enemy has taken objective Alpha. هیچ کیو الان نمیتونم ببینم کجا نیست. خب دیگه که دارم میگیرم متاسفانه. دو نفرم زدیم خوشبختانه. یا اول اوی خوشاوز جونم 2 کیل گرفتم. ببین یعنی ما همینطوری پیش بریم میبریم بی وجدان. این چیه دستو؟ بگیستشو میگفتی؟ چه غلطی کردی؟ یا ابوالفضل خوشبختانه از ای داریم دفاع میکنیم. ببین کلا 20 دقیقه 10 دقیقه بیشتر بهتون وقت نمیده که مثلا کل این کارا رو انجام میدید. تونستید تو این 20 دقیقه دفاع کنید که هیچ، و اگر نه دهنتون سرویس. این از این گیم پلیش عین کالافه، گیم پلیش خود کالافه، گرافیکش فری فایر،
گاناش قشنگ پابجی، خود پابجی. ببین یعنی قشنگ این پابجی میتونی تنظیم میکنی که تک تیر بزنه. ببین اینا نگم نمیشه، ولی هم میتونی مثلا اوتو بزنه. بگذارین یا اول نه دشمن کارم مثلا اینجا. خیلی ما داریم از جون داریم مایه میذاریم. هد شات. وای 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 وای. کدوم بیش فرهنگی. برو بگیر. هد شات. من الان دقیقا لبه مرزم. ای بابا لبه مرزم نمیذاره بمون. وای دم وای جان مادرت ببین ولی مثلا برگردم تو مات خودم بابا. واو براقب بینم اشتباهی اومدی مرز دایی اکانو اشتباه گرفتی داشت اشتباه اومدی بگی برو شما اشتباه اومدی ها. وای زد دو طرف دارم میزنن که بیاد ببین ولی مثلا میفته مثلا خیلی دردناکه. نگاه کن اینا خیلی دردناک. حالا واسه مونه نه وای ببین خیلی خوبه. نگاه اینا خیلی دردناک. ببین یعنی واقعا عین فیلم هاست. نقش اصلی میفته یا مثلا بهترین دوست نقش اصلی گرفتن اون رو دیگه بود گیواب. نداره گرفتن هنوز بیوان بیتون مونده. باید بریم بیوان اصلی ترینه. بیوان اینم بالایی نزن. خب برای کی الان تو زدی؟ درش بابا بپر چلاق نیستی که. ولی واسه خیلی خفنه دیگه. اینم از ای بشین. کجا شما که راش میدی این در خودت عمویی. بمیر دیگه. یا خدا
خب بلند شو گاور با سواد. Be advised. Enemy troops are attacking objective Bravo 1. وای تیر ببین فقط با کل چطوری میزنمش. حافظه یه لحظه پاش رفت خالی کردم اومدم اگه کل یا زدم دارم میزنمش زدمش دارم بیتوری گرفتم بیوشم خلاص اونجایی که فکر میکردم نبود من اینو هم برم دستش من لیوانو پس بیدم چقدر برم اینجا نه منم سر اینجا میزنم Requesting vehicle airdrop right on my position. یا Copy. Vehicle drop to target location. نمیدونستم میزنه خراب میکنه یه وجدانشون یعنی فیلم الکی ها واقعا سخته جدی سخته رانندگی باش ببین رانندگیش هم یه کالاف میمونه دیگه ولی مثلا نمیتونی مثلا به داخلیه تهش دیگه همینه دیگه وجدان اینجا رو باش یکم میری جلوتر اینجایی که یارو هست رو میزنی Be advised. Enemy troops are attacking چرا میگه objective Bravo PS5 2. من نمیدونم این همون بیوژان یکی میره آرپیچی منه رو بزنه بیوژان میخواست آرپیچی بزنه آرپیچی رو دید تپه جون من نجات دادی وای باید پیادشم دهنم سرویسه آقا بسم الله علی تو روشن نمیخوای فقط یک نگاه کن فانه بپا کن حریفت میافتن سپوتشم شیر نمیخواد زال فقاری حریفی نداری تو کراری مثل هیدر رانی مثل هیدر Cracked will be the top of با کلت میزنمت بابا نمیخورمش برو بینیم بابا وای ریدم تو این مملکت ریدم تو این مملکت یعنی من ریدم تو این مملکت معلوم نیست دارن چه گوی میخورم مسئولین you want to stay within the battlefield. حرومزاده ها دارن نوبتی گوه میزنن به مملکت و انتظار دارم مردم راضی باشن The key
خیلی جدی هم دارم یعنی من با این حرفم جدی The enemy هم. has 80% of their forces left and is still strong. But we must hold this sector. جان من تو نگاه کن. چه انتظاری داری؟ الان انتظار داری من با این نت قوی هیکلم بمونم؟ Be advised. Enemy troops are attacking objective Charlie 1. نتو نگاه کن یه دقیقه ثابت نمیمونه. ببین بهش دمیج نمیخوره 20 دقیقه بعد دمیج میخوره برادر من. برادر عزیز مسئول از 45 تا تیر تاش 2 تا تیر باش. یا اول اصلا منو ندید. دیدی این اصلا تشریف 10 تا تیره 10 دقیقه قطر آورد. اسلحه ریدم توی این مملکت ریدم توی این نت. منو یه لحظه آورد اینجا تلپورت میکنم با این نت. تلپورت بیا نگاه منو جلوی اون در نیاورد. میدونه 3 2 این نت خوب بشه من اون وسط رو میارم. لا اله الا الله. دست باز بدی به چرونم. دیدی من اینجا بودم منو گرفت آورد گذاشت اینجا. انتظار داری من فوشم ندم. اصلا من اینجا نبودم که. سال انتظار فوش ندم واقعا بهش. این اصلا از کجا برو گم شو. بینیم با این چه نت زبرتیه ما داریم. دست نمیتونه ولی باز بچرونن. درسته بچم ولی حرف دلم میتونم بزنم دیگه. Secure our last sector, whatever it takes. در کل بخوام بهتون میگم بازیش خفنه خیلی خوبه. ببین اگه میخواین مثلا بازیتون بهتر بشه و بدون فیلتر برین داخلش باید ریجن افغان رو باید انتخاب کنید. ریجن افغانستان چون به جز ریجن افغانستان
باقیه جا سرور چیزیم سرور فیلتره. شاید ریژن تاجیکستان هم باشه ولی فکر نکنم. The final line of defense. Hold it at all costs. افغانستان هم با ایران هیچ فرقی نمیکنه. افغانستان هم یه زمانی یکی از استانه ایران بود. ما هم از یه خونیم. هممون پادشاهمون کوروش بوده. ما هم پیروان کوروش بودیم. نه اینکه بخوام بگم که یه سری از پادشاهان مثل پادشاه دوره قاجار This is the final line of defense. Hold it at all costs. رام میگیرم دو کل بزن مثل ناصرالدین شاه. همینطوری فقط برای اینکه برم فرانسه یه دور بزنن. اونم با کی؟ با جنتی هر گفتی زرماری. برم اونجا یه دور بزنن کل کشور رو دادن رفت. با من هم نظر تو کامنت خوب بگو، نترس. الان 22 دقیقه است من دارم ویدیو ضبط میکنم. جان من سرعت اینترنت همین الان بالای 100 تا داره. من We've lost. لا اله الا الله. من نمیدونم این مسئولین چه فکری دارم میکنم به این که مثلا من نتو قطع کنم چه باشه فیلترینگ رو بکنم چی باشه. مثلا فکر کنم مردم بیشتر عاشق ایران میشن، برق قطع میکنین بیشتر مردم عاشق ایران میشن. آبو قطع میکنین، گازو قطع میکنین. من خودم درسته داخل شمال ایرانه، داخل مازندرانه، ولی کسایی که داخل اهوازن، داخل آبادانن، داخل بندر عباسن، داخل آبادانن، اونایی که جنوب کشورن چی؟ تو گرمای 70 درجه شایدم بیشتر شایدم کمتر. شمال قطع میکنه لاغه شمال قطع کنی. اونجا تو اون گرما صدا و سیما رفته بود پیش پزشکیان، اونجا برق رفته بود، میگفتن برای اینکه ضایع نشه میگفتن که به خاطر اینکه برق زیاد مصرف نشه نه کولر استفاده میکنن نه برقا رو روشن میکنن. من دارم حرف دلمو میزنم. میخواین چنل منو ببندید. نه واقعا انتظار داریم با این قطع کردن برق و نمیدونم قطع کردن آب و نت و اینا واقعا مردم عاشق ایران میشن؟ نخیر برادر، نخیر عمو، نخیر آقا. من دارم حرف دلمو میزنم. مرسی که تا اینجا ویدیو رو نگاه کردید.
لایک و ساب فراموش نشه. بوس به کلتون و پیس اوت. من همون